استاد علویدین بوریف در رفت چورابینی مذکور اشتراک میکنند و حالا اگر امکان باشد ما در رابطه مستقیم با استاد میخواهیم برایم و فکر نظر ایشان را در آن محیطی که در ورزشگاه هست و آمادگی هایی که صورت گرفتن فهمیده باشیم. السلام علیکم استاد، خوب ما رو میشنوید و فکر نظر خود را درباره محیطی که در ورزشگاه هست و آمادگی های آخرین برای اشتراک در این تنطنه بزرگ برای ما پیشنهاد میکردید. درود دوستان گرامی، شادی نشاد یارتون بود. پرویز و اینامیدین آنچه که شما حالا گفتید من شنیدم. امروز در حقیقت 25 می است و روز جهانی فوتبال. آیا ما فکر میکردیم که روز جهانی فوتبال یک روز به سر ما میآید و ما این رو تنطنه میکنیم؟ چون شما درباره فضا گفتید، از اون خاطر من این گپ رو گفته بودم که یک وضعیت نهایت زیبا، چهره‌های زیبای این نورسانی که اینجا در ورزشگاه هستند و حالا لحظه از نزد شما برابر شروع شدنش خود را خواهند نشان داد. ما میبینیم که چهره‌های شادی، چهره‌های درخشان، چهره‌هایی که در حقیقت پر از امید و آرزوها هست. گمان میکنم که اینجا دوستان گرامی در حقیقت پیدا شدن روز جهانی فوتبال البته تشبث پرزیدنت محترم هم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و هم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است و خیلی خوش هم شد. تا حالا قرنها فوتبال ادامه دارد، قرنها ما فوتبال را میبینیم، گردی تلویزیونها جمع میشویم، در میدانها بازی میکنیم، دسته‌های منتخب رو تماشا میکنیم و با وجه میایم، اما روز فوتبال نبود. اما روز فوتبال امروز پیدا شد و اساسگذار آن البته پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی هستند و ما از اون کس هم می‌ندار شدیم. من بعد سالها میگذرند، قرنها میگذرند و این 25 می در حقیقت هم تو روز فوتبال در تمام جهان جشن گرفته می شود و بیهوده نیست که اونهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند، اون کشورهایی که هستند امروز برابر ما اونها هم اینجا روز فوتبال رو جشن میگیرند. برای چی روز فوتبال؟ حالا سوال رو از آغاز شروع کردم. برای چی ما روز فوتبال رو جهانی کردیم و پیشنهاد هم نمودیم؟ پیش از همه سال 2024 برای دسته های منتخب تاجیکستان بسیار یک سال با فیض هستند، هرچند 5 ماه پس سر می شود، اما ببینید که هنرنمایی دسته منتخب تاجیکستان در بازی های جام آسیا 2023 در قطر خودش به همین زمینه گذاشت. پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی به قطر آمدند، اونجا با فوتبال بازان صحبت داشتند و شاید یکی از زمینه های اساسی پیدا شدن روز فوتبال یا که تشبث پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان از همونجا شروع شده باشد و پس از اون ببینید که در جام آسیا در فوتزال هم از اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 4 دسته از 5 دسته، اینجا تنها تایلند رو ما به نظر نمیگیریم، همش به جام جهان می رود. این چی رو نشون میدهد؟ این نشون میدهد که فوتبال در آسیای مرکزی در تاجیکستان عزیز ما خیلی رشد کرده است. بعد از این ما تشبثخوار خیلی خوب هم هستیم در بین کشورهای دنیا، ما همچون تشبثخوار بهترین هستیم. اگر در یاد داشته باشد از سال 2003 از اون زمانی که اساسگذار صلح وحدت ملی جناب عالی امامعلی رحمان آبی تازه را در عمل تطبیق کردند و ما الکی با همین الکی شروع کردیم و چندین لایحه و تشبث‌های دیگری ما هم امروز در سازمان ملل متحد دستگیری یافته است و امروز در جهان اون رو میپسندند. چیزی دیگری که میخوام بگویم، بله، در وطنی که آزادی، در وطنی که آرامی، در وطنی که ترقی نهایت با سرعت ادامه دارد، همین گونه جشن‌ها باز زیاد میشوند، اما ما این جشن‌ها رو به دیگرها هم تحویل میدیم، یعنی بار میکنیم که آنها هم مثل ما روز فوتبال رو جشن گیرند. اینجا امروز همچنین مهرگان فوتبال یا خود فستیوال فوتبال گذرانیده میشد. اینجا همه تقریبا ورزشگاه 20000 نفره مرکزی آهسته آهسته پر میشد، حالا وقت هست و این جوانانی که اینجا نورسان، اونایی که به فوتبال مشغول هستند، اونایی که فوتبال رو دوست می‌دارند، حالا اینجا باز با نمایش‌های خود خاطر مخلصان رو شاد میکنند. اگر چیزی نگفته باشم من انتظار سوال شما هستم.
دوستان و تنها یک سوالی خورد در آخر میخواستم از شما پرسیده باشم از میان مهمانانی که دعوت شدن به این چورابینی به این فستیوال طور ما میدونیم بسیار فوتبالبازان معروف و موفق گذشته دعوت شدن و من میخواستم شما گفته باشید که چهره اساسی ستاره اساسی فوتبال دنیایی که به این فستیوال تشریف آورد درباره او هم کمی معلومات میدادید. درست میگید. حالا از این لحظه که شما این سوال رو به من دادید من اینجا میبینم جون اوبی میکل بازیگر شهرتیار دسته منتخب نیجریه که در حیاط این دسته 90 وخوری گذرانده است و 6 گل هم زده است. بازیگر دسته چلسی است. باز در دیگر دسته ها هم بازی کرده است و سال 2021 هنرنمایی خود را در دسته کویت دولت کویت در آسیا یعنی جنبش کرده است. او مطمئن هستم که او یک مرتبه جام قاره افریقا رو سال 2013 به دست آورد. 3 مرتبه دیگر دسته منتخب نیجریه در این بازی ها سزاوار مقام سوم بود. ولی از همه مهمش آن است که مهمان عالی قدر امروزه ما در جشن یعنی روز جهانی فوتبال محض اوبی میکل است که در بازی های المپی ریو دی ژانیرو صاحب مدال های برنجی شده است. از این دستاورد بزرگ هم نیست. من گفتم میتونم که همه آرزو دارد که مدال های المپی داشته باشد، اما این فوتبالیستی که حالا تحت رقم 10 اونجا ایستاده است با همه دستفشاری میکند، با آنها یعنی یک با طبع بلند صحبت میکند. حالا باز در رفتی آغاز شدن این تنتنه بزرگ و جشنی روز بین المللی و جهانی فوتبال او چیزی خواهد گفت که شما هم خواهید شنید. البته ما افتخار میکنیم که همین تشبس های ما تاجیکستان را باز هم بالا میبرد و شهرتمون باز زیادتر میشود. یادآور میشوم بینندگان گرامی که در رابطه مستقیم با ما قرار داشتن استاد علایالدین بوریف از ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه. سپاسی به پایان شادکامی عصر رویداد به نظیر فوتبال سیاره صحیفه درخشان و خاطرمان ورزش ملت کهن بنیاد تاجیک را در عرصه جهان بار دیگر رنگین کرد.
حالا با کمال احترام و صداقت به پایان سخن افتتاحی و تبریکاتی با پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی داده می شود. هموطنان عزیز و دوستان گرامی، با عرض احترام همه شما را به نخستین جشنواره با شکوهی که به افتخار روز جهانی فوتبال در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار می گردد خیر مقدم می گویم. ورزش از جمله بازی فوتبال برای انسانیت یکی از راه‌های مؤثر و بهترین بهداشت سلامتی و ترغیب طرز حیات سالم و در برابر این یکی از وسیله‌های مهمترین به هم آوردن و متحد ساختن خلق و ملت‌های گوناگون عالم به شمار می‌رود. باعث افتخار بزرگ ملت کهن بنیاد تاجیک می باشد که در برابر 5 پیشنهاد تاجیکستان دایر به حل مشکلات گلوبالی وابسته به آب و اقلیم باز یک پیشنهاد دیگر کشور ما در سمت عمومی‌گردانی فوتبال از جانب جامعه جهانی دستگیری یافت. یعنی تاجیکستان صاحب استقلال ما همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی امروز با تشبس‌های سازنده خود در جاده حل مسئله‌های مبرم و حیاتاً مهم سیاره به حیث کشور پیش‌صف اعتراف گردیده است. محض با پیشنهاد جانب تاجیکستان قبول گردیدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان کردن 25 می همچون روز جهانی فوتبال برای هر یک شهروند کشورمان مایه افتخار بلند وطنسازی و وطنداری می باشد. قبول گردیدن این پیشنهاد بار دیگر گواهی می دهد که تاجیکان ملت صاحب تمدن با معرفت، بنیادگر و سازنده، جانبدار صلح و ثبات و آسایش و آرامی در سراسر عالم می باشند. قابل ذکر است که در قطعنامه مجمع عمومی اهمیت در روحیه صلح، همفکری، همکاری بین الخلقی، دوستی، تحملگرایی و بدون هیچ گونه تبعیض برگزار نمودن چاره‌بینی‌های بزرگ ورزشی تاکید شده است. با استفاده از فرصت مناسب می‌خواهم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای پذیرفتن پیشنهاد ما سپاسگزاری صمیمانه خود و تمام جامعه فوتبال تاجیک را اظهار نمایم. در حقیقت بازی فوتبال در دنیا همچون واسطه اساسی پیوندسازی خلق و ملت‌های گوناگون عالم، سفیر صلح، پیام دوستی و عامل مهم تأمین ثبات و آرامی کشورها و آسایش و فراغت انسانها اعتراف گردیده این رسالت بزرگ خود را طی عصرهای طولانی ادامه داده ایستاده است. امروز آدمان و خصوصاً نورسان و جوانان عالم صرف نظر از جنسیت، منسوبیت ملی و نژادی و اعتقاد دینی و مذهبی در سراسر دنیا به فوتبال مشغول می باشند. باور دارم که تجلیل با شکوه روز جهانی فوتبال باعث باز هم افزودن نفوذ و آبروی کشور ما در عرصه بین المللی گردیده بر رشد و انکشاف فوتبال در سراسر دنیا، خاصتاً در تاجیکستان عزیز ما، اینچنین رابطه‌های دوستانه و همدیگر فهمی میان ساکنان سیاره تکان و وسعت تازه می‌بخشد.
با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که ورزشگران تاجیکستان از جمله فوتبالبازان تاجیک در آینده به دستاوردهای باز هم بزرگتر نائل گردیده شرف ورزش تاجیک را باز هم بلندتر می‌بردارند. همیشه سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. Генеральная ассамблея приступает к принятию решения по проекту резолюции А/78/Л56 Всемирный день футбола. Могу ли я считать, что ассамблея желает принять проект резолюции А/78/Л56? Решение принимается. دوستان گرامی، حالا مهمانان فخری برای این لحظه جالب را باز شهامت دیگر بخشیدن، لحظه عکس برداری جریان میگیرد. شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک، شهادت داد از احیای تاجیک، گواهی داد از اقبال تاجیک. درخش جوهری میلاد همین است، دعای ما در این میلاد همین است. بخش آره بخش ای تاجیکستان، شیاری سروری میلاد همین است. در